سلام، خیلی خوشحالم که توی این بررسی همراه من هستین. قرار امروز یه سفر پر انرژی و جذاب داشته باشیم به اعماق گذشته. اونم با حال و هوای یه دفترچه یادداشت میدانی باستانشناسی. بیایید بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب. خب، بیایید همین اول کار یه سوال اساسی بپرسیم. واقعاً انسان‌های اولیه درگیری شغل و اضافه کاری بودن؟ راستش یکی از بزرگترین تصورات غلط دنیای مدرن ما همینه که فکر می‌کنیم اجدادمون مدام در حال فرار، گرسنگی یا کار طاقت فرسا بودن. اما آیا واقعاً برای زنده موندن به رزومه، رئیس و اضافه کاری نیاز داشتن؟ جوابی که قراره بهش برسیم احتمالاً حسابی غافلگیرتون می‌کنه. عصر سنگ، دورانی که از حدود 3.5 میلیون سال پیش شروع شد. میدونی راز اون سبک زندگی که اتفاقاً خیلی هم راحت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کنیم چیه؟ یه تکنولوژی خارق‌العاده که کلاً از صفر اختراعش کردن. وقتی میگیم عصر سنگ، داریم درباره قدیمی‌ترین ابزارهای حرف میزنیم که تو منطقه‌ای به اسم لومکویی تو کنیا پیدا شدن و قدمتشون به 3,300,000 سال پیش برمیگرده. یعنی دقیقاً همون نقطه شروع تمدنمون. بخش اولمون رو اختصاص میدیم به ساخت اولین ابزارها به صورت گام به گام، همون تکنولوژی دستساز دوران پارین سنگی. بریم ببینیم اوضاع از چه قرار بوده و چطور با دست خالی این وسایل رو میساختن. ببینید، ساختن این ابزارها اصلا اینطوری نبوده که دو تا سنگ رو همینجوری الکی به هم بکوبن. نه، یه فرایند کاملا مهندسی شده و دقیق بوده. اول از همه باید یه سنگ چکش خیلی محکم و جوندار پیدا می‌کردن. بعدش با کلی دقت و محاسبه زاویه و نیروی لازم به یه سنگ خام ضربه می‌زدن. این کار باعث می‌شد یه سری پوسته‌ها و لایه‌های لبه تیز از سنگ جدا بشه. توی مرحله آخرم همین لبه‌ها رو برای کارایی مثل بریدن یا خراش دادن حسابی ظریف کاری می‌کردن. می‌بینید یه تکنولوژی دستساز فوق‌العاده حساب شده. حالا این ابزار بی‌نظیر رو ببینید. ساتور اولدوان. بهش میگن اولین ابزار چندکاره یا همون مولتی تول بشریت. شاید در نگاه اول یه تیکه سنگ ساده به نظر بیاد، ولی اون لبه‌های تیزش برای تکه تکه کردن، خورد کردن و در کل برای زنده موندن اجدادمون حکم مرگ و زندگی رو داشته. واقعا شاهکاره، نه؟ یه قدم که بیایم جلوتر میرسیم به تبر دستی آشولی. اینجاست که شاید یه جهش عظیم تو مهندسی پیش از تاریخ هستیم. تو این مرحله اجداد ما یاد گرفته بودن که چطور سنگ رو با دقت مینیاتوری از هر دو طرف تراش بدن. نتیجهش چی شد؟ تیغه‌های خیلی نازک‌تر، به شدت تیزتر و البته کاملا متقارن. این فقط یه ابزار ساده نبود، نشون میداد که اونا درک عمیقی از هندسه و حتی زیبایی شناسی پیدا کرده بودن. خب میرسیم به بخش بعدی، انقلابی تو شکار و بقا. میخوایم ببینیم چطور یه سنگ تیز همه چیز رو تغییر داد و ورق رو به نفع انسانها برگردوند. کاربرد این ابزارها تو زندگی روزمره واقعاً هوش از سر آدم میبره. فکرشو بکنید، با همین سنگ‌های تراش خورده میتونستن غول پیکرترین حیوانات عصر یخبندان مثل ماموت‌ها و گاومیش‌ها رو شکار کنن. گوشت‌های پرکالری رو راحت می‌بریدن و حتی استخوان‌های ضخیم رو میشکوندن تا به اون مغز استخوان مقوی برسن. تازه این همه ماجرا نیست. اونا برای دوختن لباس گرم از پوست حیوانات یا حتی پودر کردن دانه‌ها و آجیل‌ها هم از همین ابزارها استفاده می‌کردن. یعنی این سنگ‌های تیز کلید اصلی بقا و پیشرفتشون بود. حالا بیا یه مقایسه خیلی جالب بکنیم. تو دنیای پر استرس امروز یه کارگر یا کارمند مدرن حداقل هفته 40 ساعت کار میکنه، کلی تو ترافیک میمونه و تازه باید با قوانین و سلسله مراتب سختگیرانه کنار بیاد. درسته؟ حالا برگردیم به عصر سنگ. به لطف همون ابزارهای کارآمدی که با هم دیدیم، یه شکارچی گردآورنده کل نیازهای زندگیش رو فقط و فقط با 15 تا نهایتاً 20 ساعت کار تو هفته تامین میکرد. یعنی بقیه هفته رو چیکار میکردن؟ در حال استراحت، تفریح و ارتباط با همدیگه بودند. یه انسانشناس معروف به اسم مارشال ساهلینز یه مفهوم فوق‌العاده رو مطرح میکنه به اسم جامعه مرفه اولیه. اون میگه رفاه بدون فراوانی. یعنی چی؟ یعنی انسان‌های اولیه هر چیزی که برای زندگی نیاز داشتند و به راحتی به دست می آوردن، بدون اینکه اصلاً نیازی به انبار کردن ثروت یا حرص زدن برای دارایی‌های بیشتر داشته باشند. همین که غذای اون روز و سرپناهشون جور بود، میگفتن خب کار دیگه بسه. پس نکته کلیدی ماجرا اینجاست. اونا مستقیما از دل طبیعت و همون چیزایی که در دسترسشون بود تغذیه می‌کردن. در واقع اونا همه کارهایی بودن که برای خودشون کار می‌کردن.
نه رئیسی بالا سرشون بود، نه دغدغه رزومه داشتن، نه مسیر شغلی. اصلا چیزی به اسم مرز بین کار و زندگی شخصی براشون معنی نداشت. و میدونید جالبترین قسمتش کجاست؟ چون این همه وقت آزاد داشتن میتونستن برن سراغ هنر. باورتون میشه فلوت‌های از جنس استخوان و عاج پیدا شده که 43,000 سال قدمت دارن؟ اونا کلی وقت برای موسیقی، نقاشی تو غارها و داستان سرایی داشتن. این سبک زندگی بی‌دغدغه که با اون ابزارهای ساده پشتیبانی میشد، یه جامعه کاملاً برابری طلب رو شکل داده بود. هیچ کس سعی نمی‌کرد به بقیه زور بگه یا رهبر مطلق باشه. دونستن راه‌های زنده موندن رو با کمال میل به هم یاد میدادن. حتی شواهد باستانشناسی جالبی از غار شانه‌در عراق به دست اومده که نشون میده نئاندرتال‌ها سالهای سال از اعضای قبیله‌شون که ناشناو یا به شدت مجروح بودن با جون و دل مراقبت می‌کردن. این یعنی یه همدلی عمیق و یه کار تیمی بی‌نقص برای زنده موندن همه اعضای گروه. اما یه دفعه چی شد که همه چیز زیر و رو شد؟ حدود 10,000 سال پیش ما به سمت کشاورزی رفتیم و اون تعادل زیبای طبیعت رو برای همیشه به هم زدیم. انسان‌ها به جای اینکه روزانه از جریان طبیعت تغذیه کنن، شروع کردن به انبار کردن منابع، شخم زدن زمین و نگهداری از دام. شاید اولش این یه پیشرفت بزرگ به نظر می رسید، اما همین اتفاق پایه‌گذار کارهای طاقت فرسا، طبقه بندی‌های اجتماعی، نابرابری‌های شدید و بهره‌کشی از اکوسیستم شد. چیزایی که هنوزم که هنوزه داریم باهاشون دست و پنجه نرم می‌کنیم. در نهایت میخوام این بررسی رو با یه سوال خیلی مهم تموم کنم. آیا ما با اختراع تمدن و کشاورزی عملاً آزادی واقعی خودمون رو قربانی کردیم؟ آیا این چیزی که امروز بهش میگیم پیشرفت واقعاً پیشرفته یا باید جور دیگه‌ای به تاریخ و ذات بشریت نگاه کنیم؟ این همون سوالیه که قرار حسابی ذهنتون رو درگیر کنه و شما رو به فکر فرو ببره. امیدوارم از این بررسی لذت برده باشید و کلی چیزای جدید درباره تاریخ پنهانمون و اون سنگ‌های بظاهر ساده یاد گرفته باشید. تا برنامه بعدی حسابی مراقب خودتون باشید.